سلام، بریم با هم عروسک لیلیپوت درست کنیم. برای ساخت این عروسک های خوشگل به یه جفت جوراب مردونه نیاز داریم. اول از همه جوراب رو از قسمتی که مال پاشنه پا هست قیچی میکنیم. بعد داخل جوراب یه دونه مقوای گرد برای کف عروسک قرار میدیم. حالا با الیاف کامل اون رو پر میکنیم. سپس با یه نخ بالای اون رو سفت میکنیم. حالا برای بینی عروسک قسمتی از جوراب زنونه رو با الیاف پر میکنیم و با نخ انتهای اون رو محکم میکنیم. بعد هم قسمت اضافه رو قیچی میکنیم. برای قسمت ریش عروسک با استفاده از صابون خیاطی الگو رو روی خز میکشیم و قیچی میکنیم. حالا خز رو با چسب حرارتی میچسبونیم. سپس بینی لیلیپوت رو متصل میکنیم. برای کلاه عروسک روی نمد 2 عدد مثلث برش میدیم و دو طرف اون رو با چسب حرارتی میچسبونیم. حالا کمی صبر میکنیم تا چسب کاملا خشک بشه. بعد هم کلاه رو برمیگردونیم و قسمت بالایی کلاه رو به کمک مداد خارج میکنیم. برای پومپوم بالای کلاه هم یه نوار مستطیلی از خز برش میدیم و با چسب حرارتی به دور نوک کلاه میچسبونیم. سپس کلاه رو با چسب حرارتی به سر عروسک میچسبونیم. برای مدل دختر هم مثل مدل قبل با جوراب و الیاف بدن عروسک و با جوراب زنانه بینی اون رو درست میکنیم. برای موهای عروسک هم خز رو به صورت نوارهای باریک برش میزنیم و با چسب حرارتی دو طرف بینی میچسبونیم. در مرحله بعد برای خوشگل‌تر شدن عروسک یه دونه قلب نمدی به بدن عروسک میچسبونیم. بعد هم با استفاده از پاپیون‌های تزئینی موهای اون رو تزئین می‌کنیم. برای کلاه هم مثل عروسک قبلی 2 مثلث نمدی رو به هم میچسبونیم و کلاه نمدی رو با چسب حرارتی به سر عروسک متصل میکنیم. در آخر هم کلاه رو با قلب‌هایی که از جنس فوم اکریلیک تزئین میکنیم. عروسک‌های خوشگل ما آماده است. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید.